ما دو نوع سرکوب داریم. یه دونه ساپرشن داریم که میشه سرکوبی که هوشیارانه اتفاق میفته و یه ریپرشن داریم که میشه سرکوبی که به صورت ناهوشیارانه اتفاق میفته. حالا یعنی چی؟ من یه زمانی به صورت خودآگاه میام احساساتم رو سرکوب میکنم، مثلا عصبانی هستم، دارم توی بحث دعوا میکنم، ولی به جای اینکه هیجاناتم رو، اون احساس خشمم رو بروز بدم، به جاش میام چیکار میکنم؟ احساسم رو سرکوب میکنم و سکوت میکنم. به این میگن سرکوبی که داره هوشیارانه اتفاق میفته. یه زمانی شما بدون اینکه بدونید در ناهوشیارتون یه سری از هیجانات و یه سری از احساساتتون رو سرکوب میکنید بدون اینکه حتی خودتون بدونید. مثلا یه ترومایی اتفاق افتاده، یه تصادفی شده و تحمل اینکه مثلا فرد یه کسی رو توی اون تصادف از دست داده براش خیلی سخته و حتی بدون اینکه بدونه به صورت یه مکانیزم دفاعی مغزش به صورت ناهوشیارانه تلاش میکنه که اون واقعه رو چیکار کنه؟ پس بزنه و سرکوب کنه. حالا سرکوب کردن کلا هم یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایاش در کوتاه مدت، بعضی موقع انقدر شدت اون هیجانی که اون لحظه دارم زیاده، اون واکنش عاطفی که قراره نشون بدم انقدر زیاده که میتونه در کوتاه مدت این سرکوبه به من کمکش بکنه و حالمو یه مقدار بهتر بکنه. مثلا اضطراب خیلی بالایی رو دارم تجربه میکنم و اون سرکوبه به من کمک میکنه که یه مقداری آروم بشم، یه مقداری اون حجم اضطرابم بیاد پایین. ولی بزرگترین معایب هر نوع سرکوبی اینه که باعث میشه در طولانی مدت شما دچار اختلالات و آسیب‌های روانی بشید و ممکنه الان حتی متوجهش نشید و سالها بگذره و اون سرکوب به شکل‌های مختلف دیگه‌ای بروز بکنه. بهترین کار اینه که از یه مشاور، از یه درمانگر کمک بگیرید و بتونید تمام اون تجربه، اون لحظاتی که براتون سخته رو باش در میون بذارید و به یه راهکار خیلی خوب برسید.